7 روز 7 نکته برای داشتن یه شمع بی‌نقص. روز سوم رنگسازی. امروز میخوام راجع به رنگسازی براتون صحبت کنم که چجوری انجام میشه و برای چی ما این کار رو انجام میدیم. اول از همه برای رنگسازی شما نیاز دارین به یک مقدار از پارافینی که دارین ذوب میکنین. وقتی که پارافینتون ذوب شد حدود 80% یک مقدار ازش رو برمیدارین. هر رنگی که میخواین استفاده کنین، من اینجا از رنگ‌های مکعبی دارینا دارم استفاده میکنم. میندازیمش توی این پارافینمون توی لیوان یک بار مصرف و هم میزنیم. قبل از اینکه رنگ رو به کل پارافینمون اضافه کنیم حتما این کار رو انجام میدیم تا این تیکه رنگمون کاملا حل بشه توی این مقدار پارافینی که درست کردیم. این کار رو ما چرا انجام میدیم؟ این کار رو ما انجام میدیم برای اینکه رنگمون کاملا توی پارافین حل بشه و اون رنگی که میخوایم به دست بیاریم. از اون طرف هم دلیل اینکه این کارو میکنیم که رنگمون کامل خودش رو باز کنه و اون رنگی که میخوایم رو به دست بیاریم. این کار رو شما برای همه مدل رنگی میتونید انجام بدین، یعنی هر رنگی که استفاده بکنید، رنگ‌های پودری، رنگ‌های کامران و دارینا یا هر رنگ دیگه که استفاده میکنید حتما این کار رو براش انجام بدین، مخصوصا برای رنگ‌های تیره تر. برای رنگ مشکیه همونجور که توی ویدیوش گفتم حتما باید این کار رو انجام بدین. برای رنگ‌های تیره دیگه هم همینطور، ولی من برای رنگ‌های روشن هم پیشنهاد میدم که شما این کار رو انجام بدین که رنگتون کامل خودش رو باز کنه و به حالت یک دستی توی پارافینتون پخش بشه. پس یادتون نره یکی از نکات مهم دیگه برای اینکه ما یه شمع خیلی تمیز و با رنگ خوب و یک دستی داشته باشیم رنگسازی هست که به همین سادگی میتونید انجامش بدین. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین این رو به پارافین اصلیتون اضافه میکنید و به این صورت شما یک پارافین رنگی خوب و یک دست دارید.